شاهد برگزاری مراسم افتتاحیه کرسی بازخوانی مشروع مذاکرات قانون اساسی هستیم که با همکاری پژوهشکده حکمرانی دانشگاه شیراز و پژوهشکده شورای نگهبان انشالله قراره که کار خودش رو آغاز کنه. به صورت هفتگی این برنامه‌ها برگزار بشه در سطح ملی و همه انشالله بتونن از این برنامه‌ها استفاده کنن. این اتفاق شروع یک رویداد ملی است. به سهم خودم تشکر میکنم از اهتمامی که دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز نسبت به این مهم داشتن. حقیقتاً قدردانی میکنم. این کرسی به صورت یک جلسه در هفته در حال حاضر با حضور دانشجویان مقاطع مختلف و با راهبری اساتید در حال برگزاریه و با توجه به خلایی که در نظام درسی رشته حقوق وجود داشت، این سرفصل به عنوان 3 واحد اختیاری با مصوبه شورای برنامه‌ریزی درسی از ترم آینده برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارائه خواهد شد که میتونن به عنوان یک واحد اختیاری در کنار درس حقوق اساسی اونها و به عنوان مکمل اون اقدام به اخذ واحد کنن و پس از گذراندن تعداد 4/5 جلسات میتونن گواهی معتبر علمی از پژوهشکده شورای نگهبان و پژوهشکده حکمرانی دانشگاه شیراز دریافت کنن.